اسرائیل نزدیک به 80 یا حتی بیشتر پرتابه توی عملیاتی تحت عنوان روزهای توبه در ساعت 2 بامداد به سمت ایران پرتاب کرد. نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم اینه که تمام اطلاعاتی که توی این ویدیو قراره بهش بپردازیم همه از رسانه‌های خارجی و اکثراً حدس و گمانه و برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر باید صبر کنیم تا نیروهای مسلح کشور عزیزمون اطلاعات دقیق و تکمیلی رو به صورت رسمی ارائه بدن. اینا مسیرهای احتمالیه که نیروی هوایی اسرائیل ممکنه برای حمله به ایران طی کرده باشه، اگرچه این مسیرها ممکنه که ساده به نظر بیان، ولی برای سوختگیری هوایی و همچنین هماهنگی هواپیماهای تهاجمی برای عبور از آسمون اردن، سوریه و عراق شامل برنامه‌ریزی بسیار دقیقی از جهت محاسبات میشن. اونا همچنین احتمالاً تونستن تهدیدات هوایی و پدافند هوایی توی سوریه، عراق رو خنثی کنن تا در صورت هدف قرار گرفتن از یک مسیر ایمن طی کنن تا به نزدیکی ایران برسن. جت‌های جنگنده اسرائیلی مورد استفاده توی این عملیات هم احتمالاً جنگنده‌های F-16، F-15 و F-35 که نسل پنجمن بودن که تونستن تقریباً مسافت 1600 کیلومتر رو هم طی کنن. برای پوشش چنین مسافت‌هایی احتمالاً از تانکرهای سوخت‌رسان هوایی استفاده شده تا در صورت نیاز اگر به درگیری سحرگاهی کشیده شد با جت‌های ایرانی، حین بازگشت جنگنده‌های اسرائیلی سوخت کافی رو برای بازگشت مسیر داشته باشند. اسرائیلی از موشک‌های راکس احتمالاً استفاده کردن توی این عملیات که به اونا اجازه حمله از مواضع نزدیکتر بدون نیاز به نفوذ به عمق خاک ایران رو میداده. عملیات از موشک‌های راکس ساخت خود اسرائیل استفاده شده که یه موشک هوا به زمینه و چیزی که این موشک‌ها رو منحصر به فرد میکنه اینه که خلبان تا لحظه آخر اصابت موشک توانایی مانور و کنترل موشک رو داره. همچنین این موشک توانایی برخورد با اهدافی رو داره که از موضع اولیه خودشون در زمان شلیک حرکت کردن و اصطلاحاً جابجا دارن میشن. به طرز شگفت انگیز و افتخار آفرینی موشک‌های در واقع پدافند باور 373 و S-300 با موفقیت تونستن پهپادهای اسرائیلی و تعداد بسیار بالایی از این موشک‌ها رو رهگیری کنن و روی هوا بزنن. همونطور که میبینین سیستم پدافندی باور 373 یه سیستم شلیک موشک داره که 2 تا موشک توی هر باکس جداگانه آماده شلیک قرار دارن و از طرف یه رادار جداگانه داره که اطلاعات مرتبط و اطلاعات پرواز و هدف رو به این سیستم شلیک ارائه میده. اهداف اسرائیل رو میشه به این 3 قسمت تقسیم کرد. البته باز هم من اشاره میکنم که اینها همه گمان زنی های رسانه و مدیاست توی این چند ساعتی که از حمله گذشته و در ادامه اخبار تکمیلی رو حتما نیروهای مسلح ایران منتشر میکنه. موج اول، دوم و سوم. توی موج اول هدف از کار انداختن سیستم دفاعی هوایی ایران برای همون لحظات بوده تا بتونن فرصت ادامه برای موج دوم و سوم رو داشته باشن. توی موج دوم هدف توان موشکی ایران به ویژه تمرکز به خنثی کردن موشک‌های بالستیک و اولتراسونیک بوده. البته توی این مرحله چند تا پهپاد هم به قصد مرکز نظامی پارجین تهران حرکت کردن که همه قبل از انجام مأموریتشون روی هوا توسط سیستم پدافند ایران رهگیری و خنثی شدن. و اما هدف سوم و نهایی مراکز ساخت موشکی و لوجستیک بوده برای جلوگیری از انجام عملیات بعدی ایران و در واقع انتقام و تلافی که اهداف احتمالی شامل پادگان قادری توی قلعه حسن خان، پادگان امام علی و مرکز لوجستیک بوده. از اصلی ترین هدف‌های اسرائیلیا تو این حمله مراکز لوجستیک بوده و در واقع میشه گفت اونا دنبال مراکز لوجستیک موشک‌های فتاح بودن. چیزی که موشک‌های فتاح رو از بقیه متمایز میکنه توانایی اونا توی شتاب گرفتن خارج از جو و سطوح بالای کنترل ایرودینامیکی و فرمانبرداری رو دارن این موشک‌ها که میتونن به راحتی از پدافندهای هوایی ارو اسرائیل رد شن. همچنین موشک‌های سوخت مایع شهاب که با برد بالا
از هر جای از ایران قابلیت شلیک به سمت اسرائیل رو دارن. ممکنه سوال پیش بیاد که پس پرنده های ایرانی وظیفه‌شون چی بوده؟ جت های F-16 و F-35 اسرائیل که در نوک حمله قرار داشتن، هدف اصلی جنگنده های F-4 ایرانی، جنگنده های امریکایی که ایران داره، همچنین جنگنده های F-14 یا همون F-14 تامکت ایرانی که هدف حریف اصلی F-35 قلمداد میشن و همچنین میگ 29 روسی که ایران داره بودن و احتمالاً همگی برای درگیری هوایی با F-15 و F-35 آماده میشدن که البته هیچ کدومشون جرأت نفوذ به خاک ایران رو نداشتن و در نتیجه سیستم ضد هوایی S-300 ایران، چیزی که قیمتش حدوداً $800 میلیون قلمداد میشه، به اضافه سیستم پدافند هوایی باور، اصلی ترین وظیفه خنثی کردن موشک‌ها رو به عهده داشتن. گفته میشه اسرائیلی‌ها تو این حمله موشک‌های جدید لورا هم آزمایش کردن. برد سیستم ضد هوایی S-300 یه چیزی حدود 120 کیلومتر عمودی و 400 کیلومتر فاصله افقی برآورد میشه. در ادامه همراه کانال ما باشین، ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنین کانالمون رو. به محض اینکه اطلاعات تکمیلی از رسانه‌های رسمی منتشر بشه ما اونا رو براتون ارائه میدیم. باز هم لازم میدونم یادآوری کنم که اینا همه اطلاعات احتمالی که این چند ساعتی که گذشته توی رسانه‌های مختلف منتشر شده و اطلاعات دقیق و آمار و جزئیات قطعاً توسط نیروهای دفاعی کشور عزیزمون به صورت رسمی از کانال‌های رسمی منتشر میشه که اونا رو ما براتون بازنشر میدیم. به امید دیدار.